آقایی که این کنار من نشسته روز اولی که اومد ما صبح رفتیم جیم دوبارش $5,000 شب رسیدم اومد فرودگاه دنبالم 14-15 سال بود. اولین بارم تو زندگی هم دیگر میدیم. فردا صبح ببینه آیفون جدید بخرم. گفتم مگه این آیفون دستته چه ایرادی داره؟ گفت نه اون جدیده. زندگی باید به همین نقطه فکر بکنی که آیا این الان وقت آیفون جدیدی اصلا هست، یعنی که اون $5,000 میتونی یه جوری دیگه خرج بکنی که به درد زندگیت بخوره. امروزشو نبین. من دیدم چه بدبختی کشید. خیلی مهمه که تو چه مسیری هستی. 5 سال روی این بالفیکس آویزون بودم بدون صفر نتیجه، ولی گیواب نکردم. قبلا هم صورتم شکسته بود، الان هم صورت شکسته، ولی الان لاغر میگم یه بدن خوب دارم، یه سلامتی بهتر دارم. همه باید فکر بکنی دنبال چیه. 1 درجه بالا پایین بکنی نتیجهش 1000 برابر فرق میکنه.